این یک حجره در خوابگاه، اتاق کاری برای دانشمندی جوان، منزل زیست برای همسر و فرزند و هم گاه مهمانخانه برای دوستان و نزدیکانش است. فرهاد جباروف 29 سال دارد و از زمان دانشجویی تا حال در این مکان به سر میبرد. دارایی این دانشمندی جوان همگی یک تلویزور و نوتبوک است، اما او با این شرایط توانسته است 3 کتاب خود را نشر کند. شخصی که عالم جوان است و به ساحه علم می‌رود بسیار معماهای زیاد است. اگر وی شرایط خوبی اقتصادی داشته باشد و میتواند که پورا به فعالیت علمی شروع کند و در مدت معین رساله علمیش را دفاع کند و نتیجه خوب نشان دهد. فرهاد اسپیرانتی فرهنگستان علوم تاجیکستان است و در رشته حقوق شناسی رساله علمی می نویسد. وی همزمان برای تامین خانواده در دانشگاه تجارت تاجیکستان هم به دانش آموزان درس می گوید. دلبستگی دانشمندان جوان به علم که درآمد مالی زیاد ندارند، گاهها عضو خانواده های آنها را که خواسته هایشان برآورده نمی شود دلگیر می کند، اما باز هم این همه را تحمل می کنند. صاحب نظران و دانشمندان تاجیک از پیشروی محیط علمی اظهار تشویش میکنند و میگویند که وضع نامناسب کار و شرایط مالی علاقمندی نسل جوان را به فعالیت‌های علمی کم کرده است. هم از جهت اقتصادی، هم از جهت وقت، آدم اویلا فرزند تربیت باز از یک طرف برای علم مشغول بودن باید که باز در برابر این ما با اویلا هم توجه داشته باشیم. اما مثل فرهاد صدها جوان دیگر این همه کمبودی را نادیده میگیرند و به خاطر دریافت عنوانهای علمی عمر خود را محض در چنین شرایط پشت سر میکنند. عنوان علمی را اکثر عالمان جوان برای بالا شدن به زینه‌های بلندتر استفاده میکنند، اما برخی هم تا به آخر نامزد میمانند و با معاش نچندان زیاد قناعت میکنند. حالا در فرهنگستان علوم تاجیکستان نزدیک 700 دانشمندی جوان کار و تحصیل میکنند. شورای عالمان جوان دوباره احیا شده است که به گفته مسئولانش تصمیم است در برابر مساعدت به رشد معنوی همزمان به دانشمندان جوان کمک مالی کنند. اکادمی چند دیگر شرایط فرما آورده است که عالمان جوان میتونند به دولت‌های دیگر سفر نموده رساله علمیشان را دفاع نمایند. فرهاد و مثل او دانشمندان جوان تاجیکی حالا اثرهای علمی خود را در حجره‌های یک اتاقه و در پس منظر گریه و خنده کودکان می نویسند. امید دارند که روز پروفسور می شوند، از این خوابگاه به در می روند و به یک زندگی شایسته و احترام و اعتبار دست می یابند.